در طی یک سالی که همراه توازن کار کردیم، خاطرای بسیار جالب، خاطرای به یاد ماندنی دارم. ولی یکی از خاطرایی که همیشه به یادم خواهد ماند است که یک روز از 22 نفر همکارا یکی هم نبود به جز من و کسی در سفر بود، کسی اینترنت نداشت و کسی یک مشکل دیگه داشت و من هم در اون روز تصادفم که مریض بودم، در شفاخانه بودم و سیروم میگرفتم، ولی با مو حال هم ما کار کردم، توازن تنها نماندم و امروز خبرها و راپورها هر کاری که بود همیشه به بسیار خوبی به پیش بردم که همیشه یک خاطره به یاد ماندنی برام خواهد بود.